سلام بچه ها، امروز اومدیم با کلی خبر از برنامه عشق ابدی. چون میدونم دلتون تنگ شده برای علی و سخنهای پربارش، این قسمت رو کلن اختصاص دادیم به علی و فحاشیا و توهینای عجیب و غریبش. حتی علی این روزا گفته اصلا اعصاب مصاب ندارم، رد دادم. و پتمته ترانه رو تو همون یه روز که با معبود کات کرده بود میریزه رو آب و کلی بد و بیرا بهش میگه، طوری که میگه سگ مارخ شرف داره به ترانه. از اون طرف هم زنگ زده به الهه و یه سری چیز بهش گفته و الهه هم ناراحت شده و گریه کرده و گفته خیلی پشیمونم که اومدم تو این برنامه. در ادامه حرفاشون رو با هم میشنویم. این خانوم توی خونه زندگی من اومد. این خانوم و من براش کلی زحمت کشیدم. این خانوم تحت ناراحتی قرار گرفت، من کنارش بودم. اذیت شد، من کنارش بودم. دردسر کشید، من کنارش بودم. خب اما چه اتفاقی افتاد؟ نون نمک دادم به یه سری آدمی که اصلا لیاقتشو نداشتن. راجب کی دارم صحبت میکنم؟ آفرین، ببین اسمش هم دارید مینویسید. نه راجب ماهرخ نمیگم. ماهرخ سگ شرف داره به همچین آدمی. خب من با ماهرخ تو دعوا هم، تو جنگم، تو جدالم، تو هر چی که هستم، اما ماهرخ سگش به این آدمی که دارم اسمشو الان میخوام بیارم شرف داره. خب به خداوندی خدا یه تار موی ماهرخ به 100 تای این آدم میارزه. این آدم گوه. آفرین، اسمشو دارید درست مینویسید. ببینید دو دستی انقدر دستمو عسل کردم چند وقت پیشی که توی پارتی زدنت. خب چی شد؟ زنگ زدی به من، علی منو تو پارتی زدن، علی محبود پشتم نبود، علی محبود ولم کرد، علی تو رو خدا کمکم کن، اینا دارن منو میکشن. حروم زاده، من بهت زنگ زدم گفتم پاشو بیا خونم، آوردم تو خونه زندگیم، مشروب تو انوگویی که میخواستی رو گذاشتم جلوت، کلی بهت خوبی کردم که چی شد تش؟ اومدی خونه من پشت محبود حرف میزدی. محبود دیگه انمم نیست، من محبودو کاری باش ندارم، محبود دیگه، من فقط فیلم میخواستم بازی کنم با محبود. اومدی تو خونه من، دوستای الهه و دانیال اومدن اونجا. خب دوست الهه و دانیال پسر دندون پزشک اومد اونجا، چسبیدی به پسره. خب ترانه با تو هم اسمت هم میارم میخورده دیگه. چسبیدی به پسر دندون پزشکه. بذار آروم صحبت کنم، تو گوز کدوم چونی که اصلا من میخوام مثلا داد بزنم. ببین چسبیدی به پسر دندون پزشکه تو خونه من، اونی که باش همخونه ای چسبیدی بهش. خب هی زنگ زدی، کمکت کردم، آوردم تو خونه زندگیم. دیروز به من زنگ زدید ترانه خانم، دیروز به من ما با محبوب صحبت، ترانه به من زنگ زد دیروز، گفتش که علی ما یه جای دعوتیم، علی میای؟ گفتم کجا دعوتید؟ آقا بهزاد نامی هم، درست اسمش؟ آقا بهزاد نامی هم گوشی رو گرفت، دوست محبود. ما دوستشون داریم، احترام میذاریم سر محبود بهشون زیاد. و ولی آقا ما میشناسیمت، البل جیمبل، دمتم گرم، عشق منی، مرسی. آره اسمشم آره. البل دعوتمون کردید ما رو یه جای، درسته؟ که گفتید دانیال هست، الهه هست، این هست. ترانه به من زنگ زد، گفتش که علی بیا یه جا دعوتت کردیم فلان. گفتم اوکی میام. نرفتم، هیچی هم نگفتم، نرفتم اصلا. من محبودو خیلی دوستش داشتم و دارم هم. خب زنگ زدم نرفتم، تموم شد این قضیه. شما که برای فیلم بازی کردن داری زندگی میکنی و میخوام بیارمت برینم بهت، به درد نخور، مردم بشناسنت، خب بفهمن چه خبر. ببین
امیر حسین سلام. ببین اومدی تو خونه من چسبیدی به پسر، فردا دوباره رفتی چسبیدی به ترانه، دوباره به من زنگ زدید، اومدید گفتید دعوتم کنید، دعوتم نکردید، بعد رفتید کنار هم نشستید. خب کنار هم نشستید استوری میذارید، اون یکی حرف میزنه میگه ADHD داره، خطرناکه، چاقو میزنه، فلان. برینم بهتون خوبه؟ دوست دارید؟ من که جلوی برنامه حرفامو زدم. من مثل شما که فیک نیستم که. جلوی برنامه اومدم همه حرفامو زدم، تو فیستون، تو صورتتون اومدم گفتم، تو صورت تک تکتون اومدم حرف زدم. جنگی باهاتون ندارم، فیک بودنتون رو اومدم گفتم. کسایی که باشون بحث فلان داشتم اومدم حرف زدم. شما جیگر اینو ندارید خب بیرون برنامه حتی بیاید فیس تو فیس من بخواید مثلا صحبت کنید، وقتی میاید میشینید پیش من مثل مرغی که میخواد تخم بذاره قاپ میکنید. خب حمال برمیگردی میری خونه 2 نفر میشینید، از من میرید بالا، مردم رو میخواید ایسکا کنی. ترانه دنبال چی میگردین؟ مردم رو با پژمان بد کردیم. اومدی به من گفتی پژمان داره دروغ میگه، رفتیم چک کردیم دیدیم بله اون کسی که تو تبلیغشو کردی یارو حیوان آزاری میکرده. ترانه خانم اومدی این کارو کردی، خب فال فروشه رو تبلیغ کردی، ما فهمیدیم که آره فال فروشه اومده این کارو کرده، اومدی پژمان رو بد کردی. من با پژمان دعوا کردم، خود من با پژمان دعوا کردم، واقعا شرمنده شدم. مثلا الان من خودم با پژمان دعوا کردم سر تو به درد نخور که من فکر میکردم تو داری راست میگی، اونا راست نمیگن. همه رو داری میندازی به جون هم. چه خبره؟ خدا رو شکر یه برنامه اومد، توی که لنگ پول بودی که حد کرایه نداشتی بریم مرانور، بیلیت اومدن به برنامه تو دوست پسر بدبختت خریده بود، اونی که نمیدونست اصلا چه خبره. ترانه با چه فکر و منطقی داری این گوها رو میخوری؟ به درد نخور ها. با چه منطقی؟ با چه منطقی؟ من دورتون بگردم، منو ببخشید، من خاک پاتونم، به جون ناموسم پیاماتونه که دارم میبینم خجالت میکشم ادامه بدم. تو لایو تناز خوش اومدی. ببین من خودم الان با تنازم بحث دارم، ولی اینا سگشون بابا اصلا تناز ماهرخ، من با اینا خیلی دعوا کردم، من واقعا با تناز ماهرخ خیلی دعوا کردم، ولی این یک شیطان، وای خدایا یک شیطانیه این ترانه، نمیتونید بفهمیدش. هر لحظه اینو با اون دعوا میندازه، اونو با این دعوا میندازه، این کار درستی نیست. دندونامو نمیتونم حرف بزنم، باید بیام راجع به یه آدم ضعیف به درد نخورترین شخصیتی که توی زندگی دیدم ترانه بود. ضعیفترین، به درد نخورترین، پشمک حاج عبدالله ترین آدمی که دیدم ترانه بود. میدونی همه رو به جون هم منداخت. الان این لایو رو گرفتم، خب سیو بشه فردا تو دنیای مجازیت ببین. خدا رو شکر رفتیم توی برنامه هممون اومدیم بالا. خب به درد نخور، بشین دنبال زندگیت دیگه. خب به درد نخور، مثل چوس بیبو میمونی، هر جا میری میشینی فس میزنی. خب به درد نخور، بشین دنبال زندگیت دیگه. دنبال چی میگردی؟ اعصابمو داری میرینی به هم. پشمک رو به تو باید میگفتم تو همین لایو. بچه دارم بهتون اینو میگم. دانیال در ادامه علی در مورد دانیال هم صحبت میکنه و میگه دانیال یه پسر فوق‌العاده بود و من اشتباه کردم که باهاش دعوا کردم. یه پسر فوق‌العاده خفنه. دانیال یه پسر آغاز. من واقعا دوستش دارم. من دانیالو شخصا دوستش دارم. یک دعوا کردم من با دانیال. بعد از اون دعوا
1000 تا رفاقت دارم باش میکنم. دانیال یه ترکمن با غیرت، عاشق پیشه خیلی خفنه. اینو خواستم اینجا بهتون بگم و عاشق بچهای ترکمن هستم. دوستتون دارم ترکمنیا. اگر یه دعوایی بوده منو ببخشید، من از قوم ترکمن اینجا عذرخواهی میکنم. هر قومی که تو ایران هستش من خاک پاتونم. هر قومی میخواد باشه من خاک پاتونم. اگه فکر میکنین علی جانمون بعد از این لایو آروم میگیره، سخت در اشتباه. علی تلفن رو دست میگیره و ساعت 1 شب زنگ میزنه به الهه و فوشو میکشه به الهه و میگه حالا خیالم راحت شد برم بخوابم. الهه هم شرح حالش رو اینجوری توصیف میکنه: آقای علی نصف شب به من زنگ زده با تون صدای بالا و داره راجع به مسئله‌ای که به من ربط نداره خطاب به من یه سری حرفا رو میزنه و ناسزا میگه و به شدت مضحکه برام که اصلا اجازه نمیداد من حرف بزنم. واقعیت نمیدونم مردونگی کجا رفته، مردونگی مرده و برمیگرده میگه که تو منو از دست دادی، خداحافظ، قطع میکنه تلفن رو. ببخشید ولی شما به من چه چیزی عهد کردید که من قرار شما رو از دست بدم؟ با چه اعتماد به نفسی همچین جمله ای صرف میکنی؟ این شخص یادش رفته که تو همون کنسرتی که حتی 20 نفر آدم هم توش نبودن ما تا آخر کنسرت موندیم که ایشون رو حمایت بکنه و خیلی مسائل دیگه است که به زبون نمیارم و منتظرم. جملاتی که تو لایوت راجع به من گفتی، آره ایشون چشمشون رو میبست و یه شخص دیگه رو میدید. دوست پسرم هم پیشم داره میخنده. چرا؟ چون صحنه قبلش این بود که ما داشتیم راجع به حول بودن این شخص حرف میزدیم. پسر بچه 30 ساله، یک نفر اونجا جرئت نداشت به خاطر این رفتارات با تو در بیفته. مرسی از خودم که تونستم تو رود وایسم. اینا اسمشون رو گذاشتن مرد. بعد از این استوری الهه داخل کانالش چند تا وایس میگیره و توضیح میده و گریه میکنه که با هم میشنویم. همچین مردایی باید واقعا نسلشون منقرض بشه و امیدوارم ماهایی که نسل جدید هستیم جوری بچه‌هامون رو تربیت بکنیم که همچین آدم‌هایی دیگه اصلا بهشون نخوریم. واقعا من شب خوابیدم طرف داره زنگ میزنه داد و بیراه و اصلا متوجه نیستم راجع به چی حرف میزنه و کلی تنش و استرس به وجود من تزریق میکنه. متاسفم برای این تربیت، متاسفم برای وجود همچین آدمایی، متاسفم برای خودم که توی همچین برنامه‌ای با همچین آدمهایی بودم. واقعا آره بچه ها، کاملا یهویی و بدون اینکه مثلا پیمی بده نصف شب ساعت 12:38 که من دارم ریلکس میکنم، چیل میکنم، میخوام بخوابم، فردا صبح زود باید بیدارشم، به من زنگ میزنه، داره اصلا با تون صدای وحشتناک با من حرف میزنه و داره چرت و پرت تحویل من میده که آره تو چرا این کارو کردی، تو چرا نذاشتی فلان فیلان، که راجبش میخوام حرف بزنم ولی منتظرم ببینم خودش میخواد چی بگه و اصلا این مسئله به من ربطی نداره. خب مسئله‌ای که واقعا به من ربطی نداره و راجع به استوری ترانه است و من همینجوری بودم که خب چته، چرا الان رو من میگیری؟ یعنی چی؟ من اینجا اعصاب و روانم و خانوادم واقعا نمیتونم با من اینجوری حرف بزنن. تو با چه جرأتی میتونی با من اینجوری حرف بزنی؟ الان داره دست و پام میلرزه، آتیشو میندازه و میره و معذرت خواهی هم نمیکنه و من موندم با این اعصاب و روان کوفتی که چرا باید یه آدم رندوم به خاطر اینکه توی یک برنامه کوفتی اومدم شرکت کردم، یه آدم رندوم بیاد اعصاب منو انقدر خورد بکنه. اصلا آدما انقدر مشکلات روانیشون زیاده که من واقعا شرکت کردن توی این برنامه به خاطر اینکه همچین آدمای سمی توش بودن خیلی پشیمونم. بیام باشون رفاقت بکنم و جوری به آدم میزنن، جوری آدمو اذیت میکنن که باورتون نمیشه. به هیچ کدوم از این آدمای عشق ابدی، حتی من، نباید هیچ کدومتون هیچ ارزشی بدین، چون بی ارزش ترین آدما هستن که اونجا شرکت کردم و به هر قیمتی به هم دیگه میزنن. منی که مثلا با اصلا جلوتر بره توی برنامه متوجه میشین. ممنونم تا اینجا با ما بودید. با لایک، کامنت، ساب از ما حمایت کنید.
خداحافظ تا حاشیه دیگه.